اغلی روشن که وایي چې په دغه راپورټ کې ویل شوي دي چې پر هغه ښځې چې خپله د جنایتونو قرباني شوي دي سره له دې چې د جنایت قرباني شوي دي بیا هم په زندانونو کې ساتل کېږي د دې پر ځای چې د هغوی غوښتنو ته یا قاضیو ته رسیدګي شوی څه فکر کوي همداسې په زندانونو کې؟ تشکر و باز سلام خدمت بیننده های محترم. در رابطه با یکی گزارش امروز است، افغانستان یک منبع امروز یک جایگاه شده بر گزارش دادن با گزارش ها که از داخل افغانستان و برای افغانستان داده میشه. اونایی که در داخل افغانستان هستن میبینی که گزارش های آماده میکنه که اینی پیشرفته شده، اینی تو افغانستان گلگلزار شده، مخصوصا بخش زنا. و اونایی که سازمان های مستقل یا سازمان های بین المللی یا خود جامعه سازمان ملل متحد گزارش ها میده که این قدر در افغانستان خشونت ها آمارش بالا رفته، این قدر فقر بالا رفته، این قدر بدبختی ها بالا رفته. اما این هیچ وقت نه سازمان ملل نه با سازمان های دیگه متحد نشدن که کیها در افغانستان این کارا را انجام میده و چی کسایی اینو میخواه و کیا تصمیم گیرنده نهایی خواد بدن. مشکل افغانستان در طول 10 سال امیست متاسفانه که امروز اگر 46 کشور در سرکردیشان آمریکا حضور داره، بر مردم افغانستان کوچکترین نفع بگوییم نرسیده. بسیار دلیلشان دلیلش یا اصل واقعیتش که واقعیت است. درونی که بخی یک جانبه ما میگیم که طرفداری به حساب حق زن اصلا صورت نمیگیره. نمونه‌های ما زیاد داریم، گلناز بوده، سرگل بوده، صنوبر بوده، عایشه بوده و صدها تن دیگه زنایی که صدایشان یا آوازشان اصلا بلند نشده. اینا سازمان چلند که ولی تبعیض به خاطر اینکه کسایی که سر قدرت است، کسایی که در طول سده جنایت کرده در افغانستان اکثریتش متهم است، مرتکب است و اینا کسایی که زورمندا و بنیادگرایی هستند که امروز فقط نکتایی زدن که ما طرفدار دموکراسی هستیم، طرفدار زن هستیم. اینا همون کسایی که دیروز نایدها از دستشان خود از 5 طبقه انداختن. اینا همون کسایی هستند که دیروز زن افغان 300 افغانی قیمتش اعلان کرده. امروز اینا همون کسایی که نکتایی سرخ میزنه میگه ما صدای از زن افغان دفاع میکنیم. مشکل در اینجاست که کسایی که سر قدرت است باور به حق زن، باور به جایگاه زن، باور به عملکرد و کارکرد زن نداره. متاسفانه از شخص اول کشور که شروع کنیم که آقای کرزی باشه که زن خود در یک قفس طلایی اونجا انداخته که با اینکه زنش باسواد است، با اینکه زنش میتونه مفید باشه، با اینکه زنش میتونه کار کنه. ببینید خود از او باور نداره. ما معاونایش هم تو میایم، اما تو وزیرا کدامشان در یک مجلس، در یک جلسه، در یک سمیناری که به خاطر آگاهی زنا، به خاطر حقوق زن شده، زن خود حاضر کرده. جزی که زن افغان بازم دختر دیگه کسی نمونه ساخته برای خود، یک پروژه ساخته برای خود تصویر میسازه و از دنیای خارج، از کشورهای خارج کمک میگیره به نام زن افغان و میاره بلدینگ های بلند برای خود ساخته، امکانات بسیار رهایشی خوب پیدا کرده. اصل مشکل دینی است که امروز اگر قانون افغانستان قانونی هم داره، اما حداقل بر ازنا، اما قانون ازنا و اما یک کاغذپاری که در زبالدانی مندازه برای دولت مردا یا حاکمای فعلی افغانستان در هر سه قویش متاسفانه که هستن، او تو جایگاه و اعتباری که باید داشته باشه نداره. به این خاطر مرد افغان امروز قربانی است و زن افغان مخصوصا. امروز یک پروژه ساخته شده بر ازنا، امروز یک وسیله ساخته شده. امروز شما ببینید که امو وزیرش باشه، امو والیاش باشه، امو کلاناش باشه که اول پول که پیدا کرد به فکر از این افته که من کلکسیون زنای خود چگونه بتونم بلند ببرم. یک زن دارم 2 تا بگیرم، 2 تا دارم 3 تا بگیرم، 3 تا دارم 4. نمونهش مثلا رسوایی آقای عبدالله است. دو زنه که این زنش و زن نامعلوم دیگه‌اش تو جنگجال است. مثلا از گل آقای شیرزه والی که به پای عقد 4 میشینه. اینی بدبختی است که هیچ کس نمیگه که چرا میشه و چی باید بکنیم برای زن افغان. جز در تمام دنیا خشونت یا ستم نسبت به مردان زنا هستن، اما زنای دیگه دنیا حداقل به عنوان انسان میتونه از حق خود دفاع کنه و صدای خود بلند کنه. متاسفانه در افغانستان این واقعیت شنیده نمیشه و بسیار خریدار کم داره. نور نړۍ کې خدای کولای شي غو چت کې په افغانستان کې نشي کولای. اون علت چیه که زنا به آگاهی رسیدن، اکثریت سواد دارن، زنای اونجا
عموما دولت‌های بنیادگرا و به این سرحد کسایی نیست که خودشان مرتکبین خیانت و جنایت در افغانستان باشه. فعلا در 30 سال در افغانستان هم یک حکومت‌های عموما حاکم بوده و سر قدرت بوده. در اونجا زنا از لحاظ اقتصادی متکی به خود است، یک اکثریت زنا. در اینجا متاسفانه زنای افغانستان هنوز هم وابسته به پدر و برادر هستند یا وابسته به شوهر هستند. مجبور هستند که تحمل کنه. اگه خانه پدر برم میگه برو که نان تا شوهر بده، اگه خانه شوهر باشم میگه کی نانت میده اگه من بیرونت کنم. اصلا مشکل ایده است که در اقل 10 سال که 46 کشور در افغانستان نمایندگی داره، اینا نتونسته زمینی مساعد کنه که زنای افغانستان بتونه که اکثریتش باسواد شوند، نتونسته زمینی مساعد کنه که از لحاظ اقتصادی بتونه برشان کاریابی شود. شما ببینید که اکثر کسایی که به فحشام کشانده میشه و بانی میشه باز در زندان مندازه، اونا اکثر کسایی است که مادرای هستند که از اینکه طفلش پیش روی چشمش از گوشنگی امروز به تلف میرسه، اونا به دست به فحشا میزنن. آقا ریشان که دیتا شو چې یو اړخ حکومت شو چې قضیو ته رسیدنه په سمه توګه رسیدنه نه کوي او بس دا ویل شو چې خپل افغان خځې نه دي توانېدل چې خپل غږ اوچت کړي، دا وړتیا نه لري چې غږ اوچت کړي. دې خبره ستونه تاسو موافق هستئ؟ اینا در این شک نداریم که زنای افغانستان تا امروز نتونسته که واقعا یک اتحاد سیاسی خوب و صادقانه و بزرگ ایجاد کنن. اینا چیز که به او کسایی که باور دارن مثل که به مردا در دولت حق داده نمیشه، مردایی که بسیار مردای دلسوز. امروز میبینید افغانستان میگه فاسدترین کشور دنیاست، اما بازم میبینیم که یک نفر چند وظیفه داره، یک وزیر 3-4 وظیفه داره، یک نفر یک والی میبینی که هم وزیر مشاور است هم والی است هم دیگه. آیا قتل رجال آمده بین مرد دیگه، مرد با سواد دیگه، مرد دلسوز در افغانستان پیدا نمیشه غیر 1000 نفر که دور بر آقای کرزی. اما تو بر زنا هم حالت ایجاد شده، کسی که دلسوز است، کسی که میخواد، کسی که میتونه توانایی کار داره عموما کار داده نمیشه. شما ببینید اگر در دولت افغانستان زنای عموما زینت المجلس در حضور پیدا، ما مثل زنای مثل آمنه افضلی 100 تا دیگه هم که باشه اگر نتونه که برای زنای افغانستان کار پیدا کنه، ما هم چه وزیرش ضرورت نداریم. 100 تا دیگه مثل وزیر یا وزارت خانی مثل وزارت امور زنا اگه سمبولیک فقط پالیسی ساز هم داده چه نمیتونه خپل قانون مشکلش هم است کسایی که سر قدرت هم نتونسته. گفتیم وزارت امور زنا میگه ما پالیسی میسازیم، اما هیچ وقت نتونسته از پالیسی خود حداقل کنترل کنه و بتونه بگه که چقدر تطبیق شده. مشکل ما این قسمت است که تا امروز صدای زن افغان همونطور خاموش مانده و حضور خود گفتیم مرد سالاری که در ارگانهای دولتی هستند بسیار به راحتی میگه که این خو حقش نیست، این جامعه نمیخواد، این انانات نمیخواد. زیادتر از قانون کرده امروز رواجا و انانات برای دولت مردای ما اهمیت به مراتب بیشتر از دارن. اون نمونی گفتیم از شورای علما است اعلامیه‌اش، از نمونیش برخوردایی است که خود آقای کرده گفتیم. شکر. در رابطه با 10 سال همونطور که پیشتر گفتیم در 30 سال زن افغان قبل از هم انانات و رواجها بوده، اما در 30 سال زن افغان یک وسیله شده. گفتیم که یک دفعه قیمتش آزادیش قدر میکنه که برش میگه 300 افغان قیمت داره. بین حالا 10 سال آخر که زیر یکی از دلایلی که جامعه جهانی یا کشورهای مختلف امروز در افغانستان حضور داره بود که به خاطر آزادی زن کمک میکنه که زنان افغانستان حق خود بتونه به دست بیاره. اما کدام حق؟ جنایاتی که امروز تا حدود رسانه ها چون در ولایات گوشه کنار تانسته بره ایره نمیتونه رو انکار کنه، تانسته یک صدای باشه که صدای تعدادی از بسیار محدودی از زنا به گوش دنیا یا به پخش شوه که دیگه بشنوه. اما ایره باور کنین که هزارها زن هنوز هم وجود داره که خاموشانه قربانی میشه و کس خبر ازش نمیشه. جنایت به مراتب بدتر از اینایی که گفته میشه سرشان صورت میگیره. با میلیاردها دلار که آمد از زیر یک شعار که آزادی زن بده، امروز زن افغانستان بدتر به مراتب زیر ظلم و ستم قرار گرفته. امروز جنایاتی که صورت میگیره، امروز خشونتایی که صورت میگیره عموما از طرف قماندانا صورت میگیره، عموما از طرف بچهای وزیرا صورت میگیره، عموما از طرف بچهای وکیلا صورت میگیره، از طرف خود والیا صورت میگیره. به انواع مختلف کسایی که زورمند هستند، چون باز در محاکم هم بیشترین نفوذ دارن. عامل اصلیش هم دولت از مجموع دولت به خاطر عزیز که کسایی که ظلم کرده، کسایی که متهم مرتکب ظلم میشه تا اینجا مافیت پیدا میکنه. مافیت توسط کی پیدا میکنه؟ توسط امی دولت پیدا میکنه، توسط امی حکومت پیدا میکنه. با یک زن و مرد که با هم
جنایت کدام جرم را انجام میدن اون مردش بسیار راحت معاف میشن، اما زن چون کس نداره، چون کس دفاع نمیکنه، چون قاضی، چون سارنوال و پلیس باور نداره به انسانیت زن، به حق زن، به این خاطر براحتی میتونه که برازو یک قید کلان میکشن، برازو شکنجه. ما مثل کسایی داریم که در فرا مرد و زنی که یک جا فرار کرده، مردش آزاد شده اما زنش در محل عام تیرباران شده. ما تو قضای حال داریم در زندان که بدون از که کسی یک دفعه بیشتر رو به سارنوالی ببره زنه، بیش از 20 سال قید سرش آمده اما کسی نیست که از او پرسان کنه. دیدم تو در مرکز هم در 34 ولایت افغانستان ما میگم ظلم جریان داره، حتی در مرکز که کابل است. از تمام جای که ایمیج زیادتر ظلم صورت میگیره. در شما در بادامباغ برید، شما در جایی که اطفال زیر سن 16 15 سال نگاه میدارن، شما در اونجا برین که چقدر دخترکای مظلوم هستن، معصوم هستن که چرا گریان میکنه. او که از امو شرم و حیا و بعد زندگی خود نمیتونه بگه که سر ما چی صورت میگیره. چقدر مسئولیت داره میال زندانهای افغانستان که زناشان مسئول هستن، چون نگهباناش بازم همون مرد هستن، بازم همون کسایی از همون قماندان سالار هستن که اونجا حاکمیت دارن. بنابراین در زندان هم اینا یک مسئولیت واقعی و حقیقی ندارن. اصل مشکل زنای افغانستان اینی وضعیت است که ما میگیم نظر به شعار کامله، نظر به امکان اینطور است. زنی که در داخل افغانستان فعال زن او رو کسی نمیشناسه یا صداش نشنیده اما در کاخ سفید مدال میگیره. مسئولیت زندان ها زنانه واقعا من شخصا اگر نظر خودم باشه اصلا مسئولیت نداره، به خاطر که نگهباناشان مرد هستن. مرد عموما پلیس کسی است که سواد ندارن، افراد بی سواد هستن. افراد گفتیم در قمانداناشان اگه بری باز هم کسایی است که زور دارن، بنابراین نمیتونه که مثلا اگر زنا هستم در زندان عموما گفته میشه زنا نگهبان است، زنا یک شو میمونه یا دو تاش میمونه. عموما اونام اگر برشان نوکری نده ممکن که بره اون کس شو نمیتونه. گفتی از میگه شب از طرف شب قلف است، بنابراین مسئولیت نداره. حداقل به می حالت که پارلمان فعلا داره و گذشتیش اما برآورده که یک گروهشان رفتن هم نظر دادن که زنا در زندان کابل هم حتی مورد تجاوز جنسی قرار میگیره که من خودم شک ندارم و هیچ اصلا مسئولیت زنا نداره. درباره اطفالشان خونه بدون از اینا امراشان بخوای نخوای یک کینه‌ای تربیت میشه و اینا در جامعه تربیت میشه، فردا اینا خودشان مجرمین میشه در جامعه. چون یک اگر بادامباغ یک پرورشگاه داده که ما او را از نزدیک دیدیم، تقریبا شریک هستم، مادرای خود والدین خود یک جا میباشن. در ولایت نیست، در ولایت مثلا اول از نمایندگی حقوق بشر اگه بگیم ولایت فراز در هر 3 ماه 2 ماه 4 ماه از ایرات یک هیئت اگه بیای بررسی بکنه او قصایی که سر زن افغان سر زن فرایی انجام میگیره او کونه شده دیگه، او بیاد مردم هم نمیشه. اونا میای یک شو دو شو در ولایت تیر میکنه که نشه که ناامن باشه، نشه بر ما خطر از ولسوالیا. هیچ کس خبر نداره که در ولسوالیای فرا یا در مجموع افغانستان بگوییم چی صورت میگیره. که در زونات یا در 4 ولایت هست ما نمیتونیم که بگوییم یک برآورد واقعی صورت میگیرن و انجام میگیره در مجموع از کل زنای افغانستان. و به حساب زندان ایره مقطع دارم که زنان مسئولیت ندارن. و یک قسمت سوال دیگه دې شو چې اوس مخکې تاسو هم ویل چې ښځې په زندانونو کې مسؤلیت نه لري. تاسو په افغان حکومت کې دا وړتیاونه چې له دې وروسته به د ښځو حقونو ته پاملرنه کیږي او په زندانونو کې حداقل به هغوی مسؤونه پاتې کیږي. ایره مطمئن باشه گفتیم در دولتی که خودش استقلالیت نداره از خودش ارادی تصمیم نداره از خودش آزادی نداره، نان و آبش کسی دیگه میدن، هرگاه به گفتیش نکنه نانش قطع میکنن. ایره به عنوان یک صحبتی که چند روز رسانه‌ای خواد بود برای رئیس دولت، برای در مجموع سقویش یک چند روز دوام خواهد کرد، به خاطر که حادثات در افغانستان اینقدر زود انجام میگیره، تو حادثات بالاتر از اون میگیره که زود فراموش میشه حادثه قبلی. واقعا کرده که ما میبینم شخصا به عقیده ندارم که به قانون که حداقل خودشان پاس کرده و توشیح کرده عمل کنن، به خاطر که از یک طرف شورای علما میگه خوب اعلامی پخش کردین، از یک طرف برای روز 8 مارس شما دیدین که گفت که به سر حق زنان مشکل پیش نمیاد. یک آدمی است که صبح یک چیز میگه شام دیگه چیز میگه. به این حالت با می قدرتمندا با می دولت هرگز زنان افغانستان به تمایزی نباشن که ما بتونیم که یک فردای خوب و روشن برای آینده زنان افغانستان، جزی که خود زنان افغانستان متحد شود و بتونن یک تشکیل بزرگ مثل کشورهای دیگه دنیا با هم با مردایی که به آزادی زن به حق زن باور واقعی دارن و تا بتونیم فردا جامعه خود از هر لحاظ ما یک جامعه خوشبخت و آزاد داشته باشیم.